سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگه از گروه نرم افزاری بورس پلاس 10 در خدمت شما هستم. در این ویدیو قصد دارم نحوه کار با افزونه اکانت منیجر پلاس یا همون مدیریت حساب رو برای شما آموزش بدم. اول اینکه این افزونه چی هست و کاربرد اون چیه. از این افزونه میتونید برای مدیریت و نگهداری اطلاعات حساب هاتون استفاده کنید و ما این افزونه رو به تمامی دوستانی که دارای حساب‌های متعدد در کارگزاری‌های مختلف هستن پیشنهاد می‌کنیم تا مدیریت و نگهداری حساب‌ها براشون فوق‌العاده راحت‌تر بشه. کار با این افزونه فوق‌العاده راحت هست که در ادامه به همراه مثال برای شما میزنم و همینطور بخش‌هایی در این نسخه به روزرسانی و اضافه شده که به صورت کامل اون بخش‌ها رو هم برای شما توضیح میدم. اما پیش از هر چیز لازم میدونم به سوالی که برای بسیاری از کاربران به وجود اومده و از ما پرسیده بودن پاسخ بدم. بسیاری از کاربران از ما پرسیده بودن که استفاده از این افزونه باعث دسترسی شما به اطلاعات حساب‌های ما میشه یا خیر و چه تضمینی هست. در پاسخ به سوال این دوستان باید بگم که نه تنها این افزونه بلکه تمامی افزونه هایی که بر روی وبسایت کروم وب استور وجود داره توسط این سایت بررسی و در صورت مشاهده هر گونه کد مخرب و سرقت اطلاعات و غیره افزونه ها به هیچ عنوان تایید نمیشن و بر روی وبسایت کروم وب استور قرار نمیگیرند. همونطور که همه شما میدونید این سایت برای مرورگر ایمن کروم و متعلق به شرکت معتبر و سرشناس گوگل هست. در نتیجه هیچ مشکلی بابت امنیت وجود نداره و میتونید با اطمینان کامل از این افزونه استفاده کنید. خب زمانی که افزونه اکانت منیجر پلاس رو بر روی مرورگرتون نصب میکنید با پنجره مشابه این پنجره در سمت چپ مرورگرتون روبرو میشید که در پایین این افزونه منوی وجود داره که شامل بخش هایی هست. ترتیب این بخش ها رو برای شما توضیح میدم. برای اضافه کردن حساب هاتون داخل افزونه کافی هست بر روی دکمه کلیک کنید تا با پنجره مشابه این پنجره روبرو بشید. این پنجره شامل 3 بخش هست: اطلاعات اصلی، اطلاعات بانکی و اطلاعات شخصی. برای اضافه کردن حساب در داخل افزونه باید حتما فیلدهای نام کاربری، رمز عبور، نام و نام خانوادگی و کارگزاری رو به صورت درست وارد کنید و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک کنید. برای اضافه کردن نام کاربری و رمز عبور میتونید به 2 صورت اقدام کنید. روش اول این که شما میتونید نام کاربری رو به صورت دستی وارد کنید یا میتونید وارد صفحه ورود به کارگزاری مورد نظرتون بشید و توسط افزونه نام کاربری و رمز عبوری که قبلتر در صفحه ورود به کارگزاری مورد نظرتون استفاده کردید رو واکشی کنید و اونها رو استفاده کنید. برای مثال من به یک صفحه ورود کارگزاری دیگه ای میرم. همونطور که میبینید با ورود به صفحه کارگزاری مورد نظرتون افزونه میاد و نام کاربری و رمز عبور صفحه کارگزاری مورد نظر رو واکشی میکنه و شما میتونید آیتم مورد نظرتون رو انتخاب کنید. با کلیک بر روی هر یک از این آیتم ها به صورت خودکار نام کاربری و رمز عبور برای شما پر میشه. و اما فیلد نام و نام خانوادگی، نکته‌ای که خیلی مهم هست و باید در نظر بگیرید این هست که نام و نام خانوادگی که در این فیلد وارد میکنید باید حتما با نام صاحب حساب یکسان باشه و با اون مطابقت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه افزونه برای بروز رسانی کردن اطلاعاتش به نام و نام خانوادگی صاحب حساب نیاز داره. خب من اینجا نام صاحب حساب رو وارد میکنم.
و از بخش کارگزاری مورد نظرم رو از داخل لیست انتخاب میکنم. لازمه که بگم بخشی که به تازگی در افزونه به روز رسانی شده بخش کارگزاری هست که در نسخه قبلی شما امکان انتخاب پلتفرم نسبت به کارگزاری مورد نظرتون رو نداشتید و در نسخه جدید ما اومدیم و لیست تمامی پلتفرم هایی که متعلق به هر کارگزاری هست رو در داخل این لیست وارد کردیم و شما میتونید به راحتی با انتخاب پلتفرم مورد نظرتون اون رو انتخاب کنید و در داخل افزونه ثبت کنید. خب چون من در داخل صفحه کارگزاری مفید هستم، نام مفید رو در داخل لیست جستجو میکنم تا کارگزاری مفید برای من به نمایش در بیاد. من پلتفرم مورد نظرم رو با کلیک بر روی اون انتخاب میکنم. برای مثال من اینجا پلتفرم ایزی تریدر رو انتخاب میکنم و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید پنجره‌ای در گوشه سمت راست مرورگرتون برای شما به نمایش در میاد و به شما نشون میده که حساب شما با موفقیت در داخل لیست افزونه وارد شده. خب من اینجا یک حساب دیگر رو وارد میکنم. این بار پلتفرم آنلاین پلاس رو انتخاب میکنم و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید دو حساب کاربری در زیرگروه مفید ایجاد شد. خب حالا من اگه بخوام لیست حساب هایی که در داخل افزونه وارد کردم رو بر روی سیستمم ذخیره کنم، به چه صورت باید عمل کنم؟ کافیه که بر روی دکمه ذخیره اطلاعات کلیک کنید تا حساب هایی که در داخل افزونه وارد کردید بر روی سیستمتون ذخیره بشه. حالا اگه من این حساب ها رو پاک کنم یا به فرض مثال بر روی سیستم دیگه ای برم، کافی هست بر روی گزینه بارگذاری اطلاعات کلیک کنم و فایل مورد نظرم رو انتخاب کنم و بر روی دکمه اوپن کلیک کنم. همونطور که مشاهده میکنید تمامی حساب ها در داخل افزونه برای شما بارگذاری میشه. گزینه بعدی گزینه بروزرسانی هست که با کلیک بر روی این گزینه میتونید مانده حساب زمانی که در داخل کارگزاری هستید و ممکن هست مانده حساب شما به روز رسانی نشده باشه، بر روی دکمه به روز رسانی کلیک کنید تا افزونه بیاد مانده حسابتون رو به صورت خودکار برای شما به روز رسانی کنه. گزینه بعدی بستن همه گروه ها هست که با کلیک بر روی این گزینه میتونید گروه هایی که در داخل افزونه وارد کردید رو ببندید و با کلیک دوباره بر روی اون همه گروه ها رو باز کنید. خب حالا اگه من بخوام اطلاعاتم رو ویرایش کنم و اونها رو تغییر بدم، باید به چه صورت عمل کنم؟ برای این کار میتونید بر روی نام صاحب حساب دوبار کلیک کنید یا دابل کلیک کنید یا از قسمت بیشتر گزینه ویرایش حساب رو انتخاب کنید. اما اگر شما اطلاعات بانکی رو قبلا وارد نکرده باشید، گزینه‌ای در زیر مجموعه این منو برای شما نمایش داده میشه که با کلیک بر روی اون میتونید به بخش اطلاعات بانکی برید و اطلاعات مورد نظر بانکیتون رو وارد کنید.
من اینجا اطلاعات شخصی رو چند تا موردش رو چند تا فیلدهاش رو پر میکنم تا شما این قسمت رو هم ببینید. برای دکمه ثبت تغییرات میزنم. همونطور که میبینید افزونه اطلاعات رو برای شما به روز رسانی میکنه. زمانی که برای گزینه بیشتر کلیک میکنید و در زیر مجموعه حساب بانکیتون بخواید اطلاعات رو کپی کنید، کافی هست که بر روی هر گزینه یک بار کلیک کنید تا اطلاعات مربوط به اون بخش در حافظه کلیپبورد برای شما ذخیره بشه و در جایی که مورد نظر هست و نیاز دارید بتونید اونها رو استفاده کنید. برای حذف حساب هم میتونید بر روی دکمه حذف حساب کلیک کنید تا حساب کاربری از داخل لیست حذف بشه. و اما برای پر کردن فیلدهای نام کاربری و رمز عبورتون کافی هست که بر روی نام صاحب حساب کلیک کنید تا نام کاربری و رمز عبور در فیلدهای مربوطه برای شما وارد بشه و اونها رو برای شما پر کنه. یا میتونید بر روی دکمه رفتن به صفحه کارگزاری کلیک کنید تا به صفحه کارگزاری مورد نظرتون هدایت بشید. چون قبلا من پلتفرم ایزی تریدر رو اگر خاطرتون باشه برای این حساب انتخاب کرده بودم، افزونه به صورت اتوماتیک با کلیک بر روی رفتن به صفحه کارگزاری شما رو به پلتفرم ایزی تریدر هدایت میکنه. حساب قبلی که و حساب پایینی که اگه خاطرتون باشه من پلتفرم آنلاین پلاس رو براش انتخاب کردم که با کلیک بر روی اون میتونید به حساب آنلاین پلاس خودتون مراجعه کنید. در نسخه جدید ما اومدیم و بخش کویک لیست یا لیست سریع رو به این قسمت اضافه کردیم. کافی هست که شما به صفحه ورود هر کارگزاری رجوع کنید و افزونه میاد و به صورت اتوماتیک این لیست رو برای شما نسبت به گروه کارگزاری که در داخل افزونه تعیین کردید برای شما به نمایش بذاره. لازمه که اینجا خدمت شما بگم که این بخش به پیشنهاد یکی از دوستان عزیزمون به نام آقای کاظمی در نسخه جدید افزونه اکانت منیجر پلاس اضافه شده و شما میتونید به راحتی از این بخش استفاده کنید. و اما من وارد حساب کارگزاری میشم تا ادامه کار رو برای شما توضیح بدم. خب زمانی که وارد حساب کارگزاریتون میشید، اگر خاطرتون باشه مانده حساب شما 0 بود. به محض اینکه وارد حساب کارگزاریتون میشید، افزونه میاد و به صورت خودکار مانده حساب رو برای شما به روز رسانی میکنه. از این قابلیت میتونه زمانی که شما حسابهای زیادی داشته باشید برای به عنوان مثال برای خرید ارز اولیه استفاده کنید و بتونید حسابهاتون رو چک کنید که مانده حسابتون برای اون ارز اولیه کافی هست یا نه. خب من اینجا اطلاعات بانکیم رو وارد میکنم تا مثالی هم برای این بخش برای شما بزنم. اگر شما بخواید مانده حساب کارگزاریتون رو شارژ کنید، میتونید از قابلیتی که ما در داخل افزونه برای شما گذاشتیم در درگاه پرداخت استفاده کنید. به چه صورت؟
برای مثال من اگه بخوام اینجا حساب کارگزاریم رو شارژ کنم، کافی هست که مبلغ مورد نظرم رو در فیلد مبلغ وارد کنم و بر روی دکمه ارسال کلیک کنم. زمانی که وارد درگاه پرداخت میشید، کافی است بر روی دکمه‌ای که در داخل افزونه و در زیر منوی حساب مورد نظرتون وجود داره کلیک کنید تا فیلدهای داخل درگاه پرداخت به صورت اتوماتیک توسط افزونه برای شما پر بشه. همونطور که مشاهده میکنید تمامی فیلدها به صورت اتوماتیک توسط افزونه برای شما پر میشه و شما کافی هست که کد امنیتی و رمز پویاتون رو در داخل فیلدها وارد کنید و بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا حساب کارگزاریتون به صورت خودکار برای شما شارژ بشه. از این قابلیت هم میتونید در تمامی درگاه‌های دیگه استفاده کنید. به عنوان مثال من اینجا یک درگاه پرداخت دیگه ای انتخاب میکنم و بر روی این دکمه کلیک میکنم تا فیلدهای مربوطه نسبت به اون درگاه برای من پر بشه. فکر میکنم تمامی بخش ها رو برای شما توضیح دادم. امیدوارم تونسته باشم در این ویدیو به تمامی سوال های کاربران پاسخ داده باشم. من همینجا از شما دوستای خوبم خداحافظی میکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و پرسود باشید.